یک شخص خاکسار، یک شخصی که برای ملت، برای وطن، برای دولت عمر خودشان صرف کردن. استاد خلیفه حمیدов استاد به‌واسطه مایم، خصوصا در تربیه کادرهای حقوق‌شناسی سهم بزرگ داشتند. زیاده از 30 سال در فاکولته حقوق‌شناسی دانشگاه ملی درس گفتند و همچون شخصی بسیار با معرفت، شخصی که تمام حیات خودشان برای تاجیکستان عزیز بخشیدند و دوستای زیاد دارند. دوستا من رفیقای زیاد دارند، بسیار شاگردای زیاد دارند استاد و البته استاد سهم استاد در رشد علمی حقوق‌شناسی، در اعمار دولتداری نوین تاجیکان، من سهم استاد در فعالیت مقامات حفظی حقوق خصوصا در ساحه عدلیه کارهای زیاد کردند. زیاد از 6 سال وزیر عدلیه جمهوری تاجیکستان بودند. من در دستگاه اجرایی پرزیدنتی مملکت سالهای زیاد کار کردم. من سهم استاد در رشد دولتداری نوین ما بسیار بزرگ است و فکر میکنم که آن کارهای استاد کردن، آن اثرهای علمی که استاد ایجاد کردن، این نشانه‌های بهترین اون کس میمانند و شاگردان و نورسان و فرزندان فکر میکنم که از این اثرهای استاد، از اون فعالیت استاد، از اون کارهای نجیبی که استاد کردن یک درس عبرت میگیرند. برای همین هم امروز که یک روز بسیار رای است که استاد امروز حیات پدرود گفتن روی آخرت انتخاب کردن. در اینجا بسیار دوستای نزدیک استاد، بسیار شاگردای استاد جمع شده ایستادند و استاد برای آخرت گسیل کرده ایستادند و فکر میکنم که یاد استاد در دل ما، در دل شاگردا، در دل ما پیوندان استاد، رفیقا و دوستای استاد هم وقت ابدی باقی خواهد ماند.